ادامه برنامه‌های رادیوی فرهنگ. با افتخار 100 سالگی نویسنده خلقی تاجیکستان ساتیم اولوغزاده. السلام علیکم شنونده های ارجمند. با توجه شما گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی رمانی استاد ساتیم اولوغزاده فردوسی در قرائت عبدالرشید خوجمقلوف. گفتار دوم. جهانا بی‌پروردیش در کنار، از آن پس ندادی به جان زینهار. نهانی ندانم تو را دوست کیست، بر آن آشکارت بباید گریست. دریچه را پوشاند، عبایی نیم داشتی سبزگون را کی عادتاً در وقتی کار می پوشید از تنش برآورد و شمعی فروزان را کی از آن تنها به قدری 31 انگشت باقی مانده بود پوف کرد و پهلوی خان تخته بروی یک اندازی پختناک پهلو زده عبا را به بالایش کشید. چشمانی خسته اش را پوشیده به خواب رفتنی شد. اما خواب کجا؟ شبکی‌ها از نیم گذشته ولی او هنوز بیدار است. خاطری آشفته و سری پر از خیالاتی پریشان خواب را نمی پذیرند. ای کاش فاطمه می آمد و یک دم چنگش را می نواخت یا داستانی می خواند و دل می گذراند شاعر. شاید نغمه چنگش، آوازی مهینی دلاویزی خودش همچون عله مادر خوابی گریخته ام را به من باز می آورد. به شادی او فاطمه خود ناگهان حاضر گشت، گویا که صدای ضمیر شوهرش را شنیده بود. هوشنگ جان، شوهر را با نام پسرش نام گرفته از پشتی در آواز داد او. خوابت برده؟ بیدارم بیدار. از جای جسته در را گشاد ابوالقاسم. بیا مهربانم، همین دم یادی تو را می کردم. دلم گواهی می داد که تو بیداری. آخر چرا خوابت نمی برد؟ عالم همه در خواب، مرغ و ماهی همه خفته. بجز من و فاطمه جانم سخن را از دهان زبانش گرفت ابوالقاسم. خودت چرا نخوابیده ای؟ خوابی گریزه ای تو از آنی مرا هم از دنبالش بود، خندید زن. خب شمعت کجاست؟ برافروزم؟ شمع سوخته تمام شد. دیگرش را بیارم؟ کاشکی الان می آرم. فاطمه گشته رفتنی شد. چی خوش بود اگر کمی شراب هم می آوردی. از پسی او خواهشگرانه گفت فردوسی. دلت شراب می خواهد؟ در این نیمی شب از ماجرای فریدون و پسرانش به تنگ آمدم. تفاوت ندارد، با این قریبی خوابم نمی آید. چی می شود که یک دم دلخوشی کنیم؟ فاطمه جان، امیدوارم که چنگت را هم فراموش نکنی. بعد نیم ساعت شمع و کوزچه شراب با 2 جام نقرگین و انار و ترنج و بهی همه در لعلی نهاده و چنگ در بغل کدبانو
حاضر گردید. وقتی که شمع افروخته شد، فاطمه به چشم شوهرش بیش از پیش زیبایی دلربا نمود. خرم و خندان زنش را آغوش کرده یک ذیل نازنینم، مهربانم، ماه تابانم گویان روی و مویش را می بوسید. فاطمه از صاحب جمالان تعریفی نباشد هم چهره سبزینه دلکش، چشمان شهلایی بنوری داشت، میان قد باریکندام بود، تربیت دیده و خوش سواد مانند شوهرش دهقان نژاد بود. از موسیقی نیز بی بهره نبود، چنگ را خوب می نواخت. بعضا شب هنگام از حولی درون به حجره شوهرش آمده با خواهش او چنگ می نواخت یا برایش افسانه‌ای می گفت. ابوالقاسم شنیدن افسانه های او را دوست می داشت، یا که از شاهنامه منصور داستانی می خواند. از شوهرش 7 سال خردتر بوده، در مقابل مردی 50 ساله‌ای تنومندی کله کلانی پهن ریش همچون دختری نازکی می نمود. سالهای زناشویی گویا که همواره محبت شوهر را به زنش افزون می کردند. کردار برادران ایرج مرا به خیالات غم‌انگیز انداخت، می گفت شاعر. دادری خودشان را کشتند. انسان به دنیا همچون فرشته پاک و بی عیب می آید. پس این درنده خویی در طبیعت وی از کجاست؟ پرسید او و خود جواب داد: از حرص جاه، نفوذ، ثروت، حرص زبردستی بر همجنسان خود. چه جای حیرانی است؟ گفت فاطمه. مگر این جهان را جهانی حرص و آز نگفتند؟ انسان پاک آمده در کثافت این جهان آلوده می شده است. معلوم که هرچی بکانی نمک افتد نمک شد. آدمی زاده به عقل و هوش که در آمد فکرش را دوام داد. ابوالقاسم در ابتدا سری دو راهی قرار می گیرد، راهی خیر و راهی شر. دو حادی راه، هرمز و اهریمن، یکی او را به این سو دیگری به آن سو می کشند. آن که حادیش هرمز است ایرج شد و آنی که رهبرش اهریمن بود تور یا سلم گردید. در دل شب بر روشنایی شمع شوهر و زن بزم شیرینی آراستند، می نوشیدند. شاعر از نشأه می سرخوش و از نوای چنگ محظوظ به مقام موسیقی سری درازمویش را الوانج می داد. از ایرج فارغ شدی؟ بعد از این چی می نویسی؟ چنگ را گذاشته پرسید فاطمه. راویان اخبار اکثر واقعه های تاریخ را سهل گرفته بیشتر به ظاهری آنها اهمیت دادند. قصه ها را با نظم طوری باید بیان کرد که مؤثر و آموزنده برآید. انتقام خون ایرج را می نویسی؟ باز کشتار، لشکرکشی، جنگ؟ آخر من تاریخی عجم را نظم می کنم. سلم و تور بیدادگر بودند.
بیدادگری شاهان از بیخیردی ایشان است. جایی که خرد با داد پیوند نیست، پیاوردش بجز زیشت کاری، بجز بلا و آفت بر سری کشور و مردمان نخواهد بود. من باید این را نویسم تا پند و حکمت قصه آشکار شود. هوشنگ جان، من پیشتر به تو گفته بودم و اکنون هم میگویم که چه خوش بود اگر تو گردی جنگ های شاهان و پهلوانان کمتر میگشتی یا هیچ نمیگشتی و داستان های مانندی رستم و تهمینه، زال و رودابه میگاشتی. چون این داستان ها خواننده و شنونده را به شوق و ذوق می آورند، می گریانند و می خندانند، دل و جان را روشنایی می بخشند. از جنگ نامه چی سود؟ خودت می دانی که بی آن هم زمانه پر از جنگ و جدال هاست. خلق عالم از آنها بیزارند. راست می گویی، ولی باید دانست که سببگاری این همه جنگ و جدال های خانمانسوز چیست و کیست؟ در طول قرنها بلای و آفتی که پیوسته از جنگ و جدال ها می خیزد، هزار کرد بیش از آفتی زلزله ها و سیل هاست. شاعر طوری سخن می گفت که گویا پیش خود اندیشه شنوا می کرد. سخنش را دوام داد. امروز هم عجم در ورطه کشمکش های خونین است. ترکانی قراخانی در ترددی لشکرکشی به ملکی سامانیانند. اصلا جوشی نوی همان جنگ های بدفرجامی ایران و توران. من اکنون جنگ و جدال، خرابی و تباهی را که از فتنه آن دو برادری تاجداری ایرج برخاست می نویسم، چنان که از این پیش همین گونه عاقبتی نابخردی و ناعاقبت اندیشی کاووس شاه، افراسیاب و شاهانی دیگر را نوشتم و می نویسم تا شاید ثواب و خطای پیشینیان به امروزیان و فرداییان درسی عبرت شود. در بابی دادگری هم البته گذشتی روزگاران آموزگاری خوبی است. هر کی از او تعلیم گرفتن خواهد، این آموزگاری پردان نخست به وی ستمگاری بر زیر دستان را منع می کند. پندی شاهانی نیکو سریشت و دادگر، حکمتهای بزرگ مهری حکیم را من در شاهنامه به نظم ذکر کردم و خواهم کرد، تا شاهانی ستم پیشه اگر ندانند، بدانند که بهرهشان در دو عالم لعنت خدا و نفرین خلایق است و بس. ابودلف شنیده است در شهر بعضی کسان مرا غایبانه طعنه می زدند که عمری عزیز را به قصه پردازی ضایع می کند. از قصه چی سود؟ جاهلان نمی دانند که داستانهای من همه پند و حکمتند، تجربه روزگارانند. استاد رودکی گفته است برو ز تجربه روزگار بهره بگیر، که بهر دفع حوادث تو را به کار آید. گوینده تا رفت آوازش پستر می شد
و از خستگی پینک می رفت. فاطمه به غنداشتن دسترخوان شروع کرد. تو خسته شدی، اکنون راحت بکن، خواب رو، گفت او و برخاست. شوهر او را از دامنش گرفته باز داشت. نرو، یک امشب هم با من باش فاطمه جان شیرینم، من تو را پزمال شدم. زن دم نزده با تبسمی حیا آمیز سوی در روان شد. می روی؟ چطور دلت می شود که در این گونه شب مراد بخش عاشقت را تنها بگذاری و بروی دلستانم؟ خوب می آیم، خندیده گذشت کرد دلستانش. از خوابی منیژه خبر می گیرم و می آیم. رفت و بعد از نیم ساعت برگشت. جای خواب انداخت. صبحیدن با هم طهارت کردند. بانو اگرچه آن شب از خواب مانده بود، باز هم خوش و خرم شوهرش را به مسجد به نماز بامداد گسیلانده خود به حولی درون شتافت. اغوا. فاطمه بانو باری به مناسبت مراسمی به شاداب به خانه خاله‌اش رفته بود. از آنجا بیگاهی روزی برگشته در حجره شوهرش با او چنین نقل کرد. در بین مهمانان بی خالیده زنی آخوندی شادابی هم حاضر بوده است. این زنکی هوا بلند به هر چیز خوردگیری می کند، به همه پند می خواند. گفتارش همه از نبی و وصی و امام شهید است، مثل این که آنها عموهایش می باشند و وی حدیثهای آنان را از زبان خودشان شنیده است. در معرکه زنان به من رو آورده گفت: شنیدیم که شوهرتان قصه های زمان جاهلیه می نوشتند، مجوس ها را می ستودند. پرسیدم که از کی شنیدید؟ گفت: آخوند باری در صحن جامع تابیران دیدند که ابودلف در حلقه طلبگان قصه می خواند. پرسیدند این قصه نگاشته کیست؟ ابودلف جواب داده است که نگارنده ابوالقاسم فردوسی است و او مانند این داستانهای دیگر هم نوشته است و می نویسد. آخوند طلبگان را سرزنش کردند. گفتند: شما مؤمن و مسلمانید، در آینده صاحبان دین و شریعت می شوید، مگر از گناه نمی ترسید که چنین قصه های مجوسی را می خوانید و می شنوید؟ با آتش افکنید آنها را، زیرا آنها باعث اختلال ایمان و ضلالت می شوند. بعداً من از خاله‌ام شنیدم بی خالیده پس از رفتن من گفته است که آخوند از فردوسی به شیخ بزرگ ابوالقاسم گرگانی عریضه شکایت نوشتند. ایشان دلیل و حجت دارند و می توانند اثبات کنند که شاعر فردوسی بدیل معتزلی قرمطی است و مذهبش را پنهان می دارد. امام یک دو داستانی تو را در کجای خوانده و قسماً روبردار کرده گرفته بوده است. این خبر
در واقع خوف‌انگیز بود. کسانی به معتزلی و قرمطیگی متهم شده را هم اربابی حکم و فرمان و هم اصحاب دین و شریعت رد معرکه و سخت تعقیب می کردند. اکنون بنشین و نگران باش که بدخواهانت چی فتنه بر ضدت می خیزانده باشد. شاعر دو سه پاس آن شب را با شب زنده‌داری پرفکر و خیال گذراند. از شکایتی عبدالنبی امام شادابی و عموماً از خلق و اطوار او در تعجب بود. چندی پیش امام همدیهه خود عباسی بافنده را به خواندن رساله از رساله های اخوان الصفا گنهگار کرده به شیخ ابوالقاسم و حاکم خبر کشیده زندان کنند. می گفتند که در شاداب اگر کسی با سببی در نماز جماعت حاضر نشود، عبدالنبی او را فوراً به کافر پیشگی متهم ساخته جریمه می کنانده است یا به رئیس شهر گفته دره می زنانده است. در کوچه ها بچگان خردسال را نوازش کرده شیرینی ها داده می پرسیده است که آیا مادر و خواهرانشان نماز می خوانند و اگر معلوم شود که نمی خوانند یا باری نخواندند یا که مراسمی از مراسم های دینی را بجا نیاوردند، آخوند شوهران و پدران آنها را به کوچه صدا کرده در بین مردمان تحقیر می نموده است. خود در سری خیرمنهای کشاورزان وقتی کفسنگیری به بالای هر یک کفی غله جنجال می برداشته یا که بی آگاهی او خیرمن برداشتگان را در جماعت مسجد دشنامهای قبیح داده شرمنده می کرده است. باشندگان شاداب از شر امام خود به داد آمده اند و دادرس نمی یافتند. اکنون این فتنه انگیزی عربدجو به من گوشنشین دستی بهتان و اغوا یازانده است. آشفته خاطر شده به دلش می گفت فردوسی. وی منتظر دعوت به نزد شیخ ابوالقاسم بود. امام شادابی در حقیقت اگر به شیخ عریضه فرستاده یا بلکه خودی او را دیده از شاعر به آن مضمون که زنی امام به فاطمه گفته است شکایت کرده باشد، شیخ او را برای تحقیق به حضورش دعوت خواهد کرد. آخر شیخ بزرگوار، فقیه و آخوندی کلان شهر این گونه شکایت‌های به دین و شریعت دخلدار را بی عاقبت نمی گذارد. ولی از بین یک هفته گذشت، شیخ او را دعوت نکرد. آنگاه فردوسی قرار داد که خودش نزد شیخ رفته حقیقت این کار را فهمد. حجره خاصه شیخ در حولی بیرون او بود. فردوسی از دروازه در آمده به خدمتگاری او مردکی سال خورده برخورد که بره سفیدی را از ارغمچین گردنش کشیده سوی سابات می برد. بره از رفتن سرکشی می کرد. حضرت هستند؟ پرسید او. هستند؟ برای چی باشد که یک نوع ستیزه آمیز جواب داد خدمتگار. شاید به وجهی از شیخ تنبیه شنیده باشد. و دلش گفت فردوسی. در پیششان آدم هست؟ دو چوپان از کوه برای دعا گرفتن آمده اند. برمه هاشان آفتی رسیده باشد مگر؟ شاعر دانست که بره را همان چوپان ها به مزد دعای شیخ به وی آوردند. شکایت.
وقتی که خدمتگار به شیخ خبر داد که ابوالقاسم فردوسی شاعر به زیارت آمده است، شیخ یک قدر بی سرانجام شده ماند. دهقان و شاعری باجی دیر باز به زیارت او نیامده بود. بیشک این آمدنش با عریضه عبدالنبی امام شادابی علاقمند است. فرمود درآورندش. مردی سیاه جرده چشم کلام، فربیه جثه، شیخ ابوالقاسم گرگانی سلامی شاعر را به آهستگی و تمکین علیک گفت. فردوسی چنان که رسم بود رفته دست او را بوسید. شیخ با اشاره دست او را به نشستن تکلیف کرده نزدیک خودش در پیشگاه جای نشان داد. چوپانهای دعا طلب را رخصتی رفتن داده حجره را از آنها خالی کرد. فردوسی در نمد زانو زده سخن را یک باره از مدعای خود سر کرد. حضرت شنیدم که عبدالنبی امام مسجد شاداب از من به شما شکایتی نوشته است. میخواستم بدانم که آیا این راست باشد و اگر راست باشد شکایتش از چیست؟ شیخ یک آن سکوت کرد و بعد به تاقچه دست یازانده یک کتاب قفس را که در آنجا استاده بود گرفت و از قبط آن ورق کاغذی را برآورد. بله نوشته بود گفت و کاغذ را به فردوسی دراز کرد. شاعر ورق را گشاده به آن چشم دواند. امام شادابی قرائت کردن طلبگان مدرسه قصه مجوسی زال و رودابه و تنبیه کردن خودش آن طلبگان را بیان نموده نوشته بود که از آن بعد وی از تصنیفات فردوسی شاعر این قصه و باز یک قصه دیگر را به دست آورده مطالعه کرد و دید که همه تمدیح و تمجید گبران و مجوسان به شیوه معتزله و فلاسفه است که بدون شک موجب زلالت و اختلال ایمان مسلمین می شود و غیره و هاکذا. از شیخ بزرگوار و فقیه کبار طلب می کرد که مسلمانان را از خواندن چنین قصه ها من و شاعری اعتزال پیشه و فلسفی مشرب را توبیه و تنبیه نماید و نوشته بود. بنده معتقدم که این شاعر مستوجب عتاب است. شما گفتار دویم را از روی رمن استاد ساتم اولوزاده فردوسی در قرائت عبدالرشید خوجمقلوف شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی. انجام گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی.